امروز هم آمدیم به یکی از حجاب فروشی بسیار زیاد عالی در شهر کابل که شهرالحجاب می باشه. بهترین حجابا را اینجا داره، بهترین دیزاین‌های جدید و همچنان نظر میته و خودمون مورد نظر ما میباشه تولید میکنیم دیگه. از ما تولید ما روزمره است. دیزاینای از قبلا بس 6 ماه و 1 سال پیش ما نمیمونه. روزمره افتوار دیزاین ساده است که مورد موزیک نشده دیگر که یا میگن آفرین به اختیار دخترخانه‌های شک اگر خراب نشه دکان مجبور بسته کنیم، خراب حتما میشه که جای بند نشه. اگر جای بند شه خراب میشه، اگر جای بند نشه ان شاء الله کار میشه. احتیاطم را شما بخیر خدمت تمام شما عزیزا. انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و ماه مبارک رمضان بخیر سپری شود. عزیزای دل، باز هم در خدمتتان قرار گرفتیم از دریچه پنجره افغانستان با یک برنامه متفاوت و جدید. دوستای عزیز، چون ماه رمضان است و در کل دیگه عیدم بخیر نزدیک است، ما هم کوشش میکنیم تا برنامه‌ای را تقدیمتان کنیم تا به می سیزن همخوانی داشته باشه. عزیزان، امروز هم آمدیم به یکی از حجاب فروشی بسیار زیاد عالی در شهر کابل که شهرالحجاب می باشه. بهترین حجابا را اینجا داره، بهترین دیزاین‌های جدید و همچنان دیزاینایی که برای بهار و برای عید نو آمده. قرار است که براتون معرفی کنم این دیزاینا را، درباره قیمتاشون هم براتون صحبت میکنیم و بیننده برنامه ما باشین عزیزا. لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید. دل، مسئول فروشگاه شهرالحجاب با ما هستن. سلام علیکم.
علیکم سلام. خوب هستین؟ ان شاء الله صحتمند؟ سلامت باشین. تشکر. سلامت باشین. میشه که یک معرفی از خودتون داشته باشین؟ سلامت و بخیر باشین. فهیم جلالی، دیگه مسئول امی فروشگاه. بسیار زیاد خوشحال شدیم جلالی صاحب. چطور میگذره ماه مبارک رمضان؟ الحمدلله بسیار خوب. توکل به الله. 15 دیگه شم ان شاء الله بهتر خود گذشت. ان شاء الله. خب برای ما ایره بگوین که چطور از بازار حجاب در ماه رمضان فکر کنم بیشتر میشه دیگه. بله، در ماه رمضان قبلا بیشتر بود، اما در این موسم ما در یکی دو سال کارا بسیار کم شده دیگه. بازم خوبتر است. توکل به خدا. چطور از باز قیمتای شما به اقتصاد پایین هموطنای ما همخوانی داره یا نه؟ الحمدلله، به خاطر از اینکه ما خودمون کارخانه داریم، همیشه تولید میکنیم دیگه. قیمت‌های ما نسبت به بازار بسیار پایین است و با اکثریت دکانداران از پیش ما میبرن. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستان عزیز شاید در صفحات اجتماعی دیده باشین صفحه حجاب فروشی شهرالحجاب را. بسیار دیزاین‌های مقبول دارن که دیگه حجاب فروشی ها نیست. توکل به خداوند دیگه. چیزی که میبینیم و همکارای ما نظر میته و خود ما مورد نظر ما میباشه تولید میکنیم دیگه. از ما تولید ما روزمره است، یعنی تو دیزاین‌های از قبلا بس 6 ماه و 1 سال پیش ما نمیمونه، هم روزمره هفته‌وار دیزاین میبره. بسیار خوب. بر ما ایره بگوین که در حجاب فروشی و در کارخانه حجاب شما چقدر هموطنای ما مصروف کار هستند؟ داخل کارخانه تقریبا 8 نفر هستند و بیرون از کارخانه دختر خانم‌های است که موردوزی میکنن و گلدوزی میشه دیگه. تقریبا اگر جمعاً بگویم 20 نفر ان شاء الله مصروف هستند. ماشاءالله. خدا رو شکر که مصروف کار هستن و زمینه کار برشان مساعد شده. خب جلالی صاحب، شروع میکنیم که دوستان منتظر هستن درباره دیزاین‌های جدید بر ما معلومات بدین. کدام دیزاین‌های جدید به خاطر عید و رمضان آمده؟ چرا نه، بیاین خیز طرف شروع کنیم. دوستان عزیز، دیزاین‌هایی که جدید آمده به خاطر عید درباره‌شون صحبت میکنیم. دیزاین‌هایی است که ساده، دیزاین‌های ساده است که موردوزی چیز نشده دیگه. تکه را ندا میگن و تکه که گلدار نداسته و یا تکه تیک تاک میگن. تکه تیک تاک است. بسیار خوب. به نام تیک تاک. این نام شاید تازه سر از این تکه مانده شده باشه. ازم سابق است. نه سابق هم تقریبا که 1 سال میشه که تکه آمده و این هم دیزاین‌های دیگه پلیتیش. بسیار عالی. در چند رنگ می باشه دیزاین؟ یا تقریبا در 8 رنگ داره. رنگ‌های دیگه‌اش باز زیر کار است تا هنوز نبر آمده. این دیزاین‌هایی که هستن و این دیزاین‌های دیگه که در ساده با رنگ سیاه، دوستایی که رنگ سیاه رو دوست دارن. خطدار. بله. یا این کدام تکه است؟ یام نداست. ندای عربی میگن یا تمامش از جابا اکثریت از ما کار میکنیم تمامش تکه ندای عربی است. همین تکه ندا فکر کنم به حجاب کیفیت خوبتر است. بهترین هم دو که میتن در حجاب ندا میتن. و این دیزاینه که ماشاءالله خطدار. این دیزاینای فیشنی دیگه بیشتر دختر خانم‌ها خوش میکنه. خانم‌ها خوش میکنه. ولی یک چیز کلاسیک و مقبول است. چندین رنگ داره. 6 رنگ است. این دیزاینه که همچنان که دختر خانم‌ها خوش میکنه. فعلا زیادتر اینمی مود شده که حجاب ساده می باشه، قسمت آستینش یا قسمت پشت سرش باز یک دیزاین می داشته باشه، یا یخن یا آستین یا دامن باز این قسمت های دیزاین می داشته باشه. بله. این هم تقریبا 8 9 رنگ است. یعنی از جمله این رنگایش است. قبلا که بود دوستا حجاب فقط به یک رنگ بود، رنگ سیاه. ولی حال خوب است که رنگ‌های متنوع آمده، رنگ‌های مختلف آمده. است. ولی دیگه باز بخش دیگه شیجا باز موردوزی و گلدوزی داریم. بسیار خوب. مثال دیزاینک است که به رنگ سیاه و سفید. به رنگ سیاه و سفید که یک دیزاینک ساده و مقبول. یافتی داره و پیش روش به ترتیب. بسیار عالی. سایزای اینا باز چطور است؟ یا 4 سایز داره: 52 54 56 58. بسیار خوب. باز اگه هموطنای ما فرمایشان بتن فرمایشی هم میگیره؟ از ما کار ما اصلا هم فرمایشی است که هم دکاندارا و مشتری که میایه هر دوش هم پرچون قبول میکنیم و هم در. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستای عزیز شما میبینید بالا شما میبینید دیزاین های مختلف هست. بسیار خوب. دیگه اینجا هم دیزاین های زنجیردار ساده. فکر کنم زنجیردار دیگه کمک کمتر است، دکمه‌ای زیادتر است. دکمه‌ای اکثریت دکمه‌ای استفاده میکنن، زنجیردار کمتر است. دیگه ایام دیزاین پیش بسته. بسیار خوب. بند است. مثل پیران هم میتونن استفاده کنن. بله.
بسیار عالی. و اینایی که دستش کار شده داستینش بسیار مقبول یا یا دستوزی فیتا کار اسکولش؟ شده. نه خیر نه، یا فیتا است. فیتا است. فیتا بسیار تیار میه بازم میجدش چسبانده میشه. بسیار عالی. بیشتر کدام دیزاینر رو خوش میکنن هموطنای ما؟ هموطنا خب نال ذوق‌ها مختلف است. یک تعداد موردوزی خوش میکنن، یک تعداد ساده زیاد خوش میکنن. خب اکثریت که پیش ما میاین از موردوزی هم که ساده را زیادتر خوش میکنن. و یگان محفلی باز موردوزی و یخکی را کار میکنن، یا هم به دیزاین ششترک میگنشه. خب بیشتر اجاب چیزی است که دوستا در بیرون پوشیده میشه در بازار، اینا هر قدر ساده باشه هم قدر خوبتر است. بله. یک دیزاین هم این قسمت است. این دیزاینای ترکی است دیگه بیشتر. این دیزاین ترکی است. بله. این دیزاین کمرای هم اجابش باز بسیار مقبول و معلوم میشه دوستان، که یک استایلک مقبول هم امرش میزنن، بسیار مقبول معلوم میشه. یا باز چند رنگ است؟ این 5 رنگ داره. قیمتایشان بسیار مناسب است. بسیار خوب. قیمت از اینمی 800 افغانی است. واقعا که بسیار ارزان. در دیگه جایا شاید این میره 1500 1400 بتن. یه قیمتش 800 افغانی و اینی موردوزی ما که در بازار همیال از 2000 و 2500 کم نیست. 1200 افغانی. 1200 افغانی. واقعا که اینا رو اگه دوستا از در بازار بخواین از همون 2000 3000 کم نیست، چون بسیار دستدوزی شده، موردوزی شده و یک دیزاین بسیار مقبول هم داره. یا ممو تکه نداست؟ تمامش تکه نداست. بسیار تمام در دکان ما غیر از ندا و تیک تاک دیگه چیز کار نمیکنیم. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستا میبینید بسیار مقبول، زیبا. کسایی که یک ذره دوست دارن که پر جرق برق باشه، فیشنی باشه، میتونن از این استفاده کنن. یعنی دوستا هر قسم جابه که بخواین اینجا هست. با دیزاین‌های یالانی داریم. این دیزاین هم میشه دربارش صحبت کنیم، ساده تر است. این دو رنگ است. این دو رنگ است که باز این تکیش فرق داری، باز بسیار ارزان تر است. بیخی ارزان است. بسیار بیخی ارزان تر است. قیمتش 500 افغانی است. 500 افغانی. بسیار اقتصادی دوستا. کسایی که میگن که مثلا نمیتونیم تا 1000 2000 بخریم، بسیار یک قیمت اقتصادی و مناسب برشان، میتونن از این جابه استفاده کنن. باز در قیمت‌های پایین‌تر 500 اجابای فیشنی هم دارین. و ایجاب فیشنی باز 500 تمام نمیشه. به اون خاطر باز اینجا بخش یالانی است. یا دیگه دیزاین‌های جدید است. دیزاین‌های جدید یالانی. بسیار عالی. قسمت دامنش دوستا کار شده خال و پیش آستینش کار شده دیگه. اینا فری سایز دیگه هر کس بخواد میتونه. تنها یا از قد سایز داره، از بغل و کمر یا سایز ندارن. بسیار خوب. تنها از قد سایز دارن که در 4 سایز میشه، 52 4 6 و 8. یا باز آستینش فیت است. فیت است و بس. بسیار عالی. بغل چاک بر داره. چه یک تکه مقبول داره دوستا، شما در تصویر ببینین، تکه گلدار ساده. بسیار تکه خوب هم است که یعنی در هر فصل سال میتونن استفاده کنن. مقبول وقتی که یالانی میپوشین، اگر تکه که یک ذره سخت باشه و خدا نتونه بازی بسیار خود آرام میندازه. افتاده است. تکه افتاده است. بسیار عالی. یالانی دیگه با دیزاینای دو رنگ ما هسته به این شکل. بسیار مقبول. رنگ نخوتی و سیاه برش گفته میتونیم. از این با چندین رنگش هست که سیاه و سبزش هست و سیاه و جگری است و رنگای زیاد داره. بسیار خوب. هر رنگی که مثلا اگر نباشه مشتری فرمایش بده باز به شما داده میشه. بسیار عالی. قیمت از این چند است؟ 800 افغانی. 800 افغانی. با جرآمد هم داره یا نه؟ نه. قیمت ثابت است. بسیار خوب. قیمت نیست که دیگه امروز جگره شوه. باز هم مشتری ها که من چنه خودم میزنن. خانما دیگه عادت چون است که چنه نزنن نمیشه. این کار نیکم است اصلا. اینی هم بود زینک دیگهش که پیشوار شد، پیش بستش بود. بسیار خوب. این قسمت است فکر کنم. فکرم اینجا است. بله. برنگ خددار سیاه سفید. سیاه تینمی چیزا مود شده دیگه دیگه آخر. ساده کم تو مقبول، خصوصا دختر خانمایی که بیشتر وظیفه میرن، طرف کورس میرن، جای میرن، میتونن از این استفاده کنن. راحت هم میباشه، سبک هم است. اکثریت دوستایی که امیجا در بغل ما تقریبا 4 5 مدرسه هستن، اکثریت که من باز از این ساده میگیرن. مثال دفتر هست اکثریت چون ساده فرمایش میدن. بسیار عالی. یا چون در دفتر خب باز موردوزی و فیشنی پوشیدن نمیشه. اونا بیشتر در مهمانی و محفل چیزا پوشیده میشه. یا خوب است گفتم هم سبک هستن هم راحت هستن. و خصوص حال دیگه استاستا گرمی هم میشه دیگه بیخی. اگر چی بخملا منوزم داریم دیزاینای تا مای حمل سر دوستا دیگه بخمل هم میشه پوشیده. تکه ابریشم هستن. بخمل ابریشمی. بسیار مقبول کار شده دایش. دوستا میبینین
هم موره کار شده، هم موری سفید کار شده که مقبولی شد و چند ساخته. بله، مروارید هم کار شده و مورام کار شده. موری میده و موری کلان هر دوش کار شده دی. این قیمتش چند است؟ این ابریشم تقریبا 18 است. 18 افغانی یا یک ذره قیمت تر است. 12 سادی از این دمی دیزاین داریم که بخمل ابریشم نیست. بازو بر ارزان تر میآید. مثال این دیزاین کم بسیار یک دیزاین مقبول است ده ابریشم است. یک آستین و یک قسمت بغلش کار شده. بسیار مقبول. واقعا آفرین به استعداد دختر خانمایی که ایره موردوزی میکنن. ببینین دوستا که چقدر مقبول با ظرافت ایره میدوزن. آفرین حوصله‌شان. والا اینمی یک جوره تقریبا 4 روز کار داره. 4 روز کار داره و بسیار پیسه اینا چیز بیچاره کار میکنن. واقعا دیگه آفرین استعدادشان. بجز خانما فکر نکنم که از دیگه این کارو بتونن. نمیتونم واقعا که مردا قدر حوصله نداره. ما داره دیگران نداره واقعیت. با دیزاینا یالانیش هم است و این هم دیزاینا. این دیزاین هم بخی ساده است، تکیش هم فکر کنم متفاوت تر است. متفاوت است. خزانی است. بله. نسبتاً دبل تر است تکیش دبل تر است. بله. جلالی صاحب این دیزاین هم کاملا جدید معلوم میشه. درباره اینا برام معلومات بدین. بله. این دیزاین ها که است دیزاین عربی است. شکل یالانی داره. میبینین با شکل یالانی است. و هم گلدوزی شده و هم موردوزی شده. بسیار عالی. واقعا که تکیش کدام تک است؟ تکی کانادا است. و دیزاین ها که است قبلا از بیرون از کشور که می آمد، خصوصا از دبی دیزاین ها می آمد. اینمی دیزاین ها برای ما از دبی که می آمد تقریبا 4000 میجه تمام میشد و ما ایره الحمدلله میجه 18 صد مشتری های خود. بسیار عالی. بسیار عالی. تقریبا نیمه بای. از نیمم پایین تر. بله. باز خوبیش چی است که تکی که قبلا از دبی دمی دیزاین ها می آمد با افغانستان که می آمد تکی اصلی ندای کوریایی نبود. والدی هم تکی کوریایی کار شده و هم گلدوزیش بهترین گلدوزیش و هم مورایی که کار شده یا خود سیاه نمیکنن. بسیار عالی. به زودی خراب نمیشن ان شاء الله. در شش تا میکنه مشکل نیست دیگه. در شش خامه قدره که خانم‌ها یک ذره احتیاط کنند که وقتی گیره در شش میندازن در خلطی تکی بندازن بعدن بازی را در ماشین بندازن. بسیار خوب. اگر بدون خلطه بندازن بازی مشکل خود میکنه حتما. چون ماشین تو میخوره بازی بند میکنه خود. باید متوجه این موضوعات باشن دیگه. بازی تقریبا رنگای بسیار زیاد داره که دایی هم ساده شه باز داریم که این چیز نشده موردوزی نشده تنها گلدوزی است. باز رنگای مختلف که دایی هم یخکیش است و هم به شکل موریش است. این قسمت هم دیزاین دیگه است که تنها موردوزی است. گلدوزی باز نداره. اینجا باز گلدوزی ساده است. این گلدوزی ساده است. بله. که بازی دیزاین های هم راست داره و هم یالانی شکل به شکلی را یالانیش هست و اینی هست. اینی هست این راستش هست. یالانی نیست. به هر شکلی که خواسته باشن دیزاینی که مشتری خواسته باشه بازشون ان شاء الله. رنگ‌های مختلف، دیزاین‌های مختلف و شکل‌های مختلف. این کس هم گلدوزی شده هم موردوزی شده. بله. یک قسمت آستینش هست. بله. این موردوزی و گلدوزی بازی هم داره. بله. بسیار. کتابال نیمه کار است، کارش تمام نشده. چقدر وقت در بر میگیره تا که یک حجاب آماده میشه؟ حجابی که گلدوزی داشته باشه خود در 2 روز آماده میشه که تنها گلدوزی باشه. اما موردوزی باز نظر به کارش فرق میکنه. تقریبا تو موردوزی های ما داریم پیشتر براتون موردوزی نشان دادیم که در 4 روز میگیره و تعداد موردوزی که ظریف میباشه و کمتر کارش میباشه بازوش زودتر تمام میشه. مثلا این دیزاین ما ظریف است اما پرکار است. بازی تقریبا 2 روز در بر میگیره چون اکثریت موره کار شده کلان موره است. میده موره داش کار نشده. میده موره بود بسیار وقت میگیره. بله. واقعا که خب بر ما ایره بگین که از تجربهتون میخوایم بشنویم که ماشاءالله معلوم میشه از گپایتون که نام خدا زیاد تجربه دارین در بخش حجاب. بر ما بگین که چقدر تجربه دارین. سلامت باشین. ما تقریبا 10 سال میشه که در بخش حجاب کار میکنیم. قبلا دو فروشگاه شارنو پارک مالم بود، دانو باغ و فعلا اینجا شارنو هستیم. بسیار عالی. فعلا هم یک نمایندگی است. نمایندگی است. دوستا باز چگونه میتونن که اینجا رو پیدا کنن؟ از طریق صفحات اجتماعی هم دارین دیگه حتما؟ بله. تقریبا صفحه اجتماعی خود چند صفحه داریم آنلاین
دیگه از طریق صفحه اجتماعی هم میشه و دیگه آدرس انشالله دقیق 49 وقت بوزی دوام هستیم. بسیار عالی. دوستای قسمت اجابای دیگه است، دیزاینای جدید که دربارشان میخوایم صحبت کنم. البته دیزاینا دیگه در تیک تاک و اینستاگرام و اینا بسیار با اصطلاح خودشان ترند شدن یا مشهور شدن که بسیار مقبول است. درباره بر ما معلومات بدین. یا دیزاین تکن نداسته و مورد دوزی هم موری میده داشت کار شده و هم موری کلان کار شده. بسیار خوب. و دیزاینا که بسیار مقبول است. دی دیزاین هم گلدوزیش برآمده و هم در موریش. بسیار دیگه که گلدوزیش هم انشالله که در تایید حتما و مشتری خدارزه میکنیم که رنگ‌های مختلف و گل‌های مختلف دیزاین به می شکل گل‌های تیت داره بخود به شکل از دیگه ورک براتون نشون دادم تنها داناستینه که مکمل ایجاب در تیت هم کار شده از این گل‌های میله گل. بسیار عالی. دوستا دیگه منتظر باشین به خیر تایید دیزاین‌های مختلف و مقبول‌تر دیگه میایه. اینی دیزاین هم دربارش صحبت کنیم که مرا زیاد خوشم آمد. این دیزاینک دیگه شوخ ساده بگوییم. شوخ ساده گفته میشه. پرکار ساده. بسیار پرکار است. دیزاین پرکار است دیگه. زیر استر داره، یعنی خودش هم جالی است. بسیار عالی. یا زیر بود استر کار شده. اینم گلدوزی است دیگه. تقریبا هم تو چرمدوزی واره چیز است ولی. بسیار عالی. قیمت از این چند است بس؟ قیمت 1800 افغانی. بسیار مقبول است. یا هم دیگه سایزهای مختلف داره، رنگ‌های مختلف داره یا نه فقط دو رنگ است. دو رنگ است، یکی کمی رنگ است، یکی رنگ طلایی داره. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستا یک حجاب دیگه است، حجاب ساده، فقط قسمت سر شانش یک دیزاین داره. کسایی که ساده دوست هستن دیگه میتونن از این استفاده یا کنن. یا موری میده، موری کلان، سه نوع مورد ای کار شده و تکیش هم تکی نداسته. بسیار عالی. دوستان یخک هم دایش کار شده فکر کنم. کار شده بله. اینا دیگه دوختشون خوبه تو محکم است دیگه، انشالله که خراب نمیشه. بدون شک اگر خراب نشه دکان مجبور بسته کنیم، خراب حتما میشه که جای بند نشه. اگر جای بند شه خراب میشه، اگر جای بند نشه انشالله کار میشه. احتیاط هم راش شوه باید. مثلا مورد دوزی بله ممکنشان هم یک مشکل خود داره که کت تار است. این کدام چیز دیگه محکمی نداره، اگر بند شه جای کنده میشه حتما. بله بله. این یخکایش هم کت تار است یعنی اینا شرش است؟ نه تمامش کت تار است. اینا بیشتر جا معلوم میشه کل دوختگی با تار است. بله. بسیار عالی. خب دوستان عزیز صحبت‌های ما ادامه داره، مرحبا. فهیم جان بر ما ایره بگوین که برای کسایی که اقتصاد نسبتا ضعیفتر دارن یا به مناسبت ماه رمضان کدام تخفیف هم در نظر گرفتین؟ بدون شک صفحه ما مراجعه کنن. تخفیف های ما از 600 افغانی شروع است تا 1000 افغانی که مورد و زیاد تخفیف است. کی مورد و زیاد است که اکثریتشان قبلا قیمتاش در 15 و 16 و 18 بود، حالا 1000 افغانی تخفیف دادیم. مثلا اونجا سرپتلونی و دام همچنان داریم که هم به تخفیف هستن. یا به تخفیف هستن. بله. دوستا بر علاوه حجاب شما میبینین بعضی پیرانای مقبول هم هست، سرپتلونی هم هست. اینا باز قیمتشون چند است؟ قیمت از اینا 600 افغانی. 600 افغانی. بسیار عالی. دوستا اینا میبینین بسیار مقبول. میتونن اگه بخواین به خاطر ایدام از اینا استفاده کنن، به عید خود بگیرن. بسیار مقبوله که متو سادگی که زیبا. اینا هم یک رنگ دارن تمامش؟ نه خیلی یک رنگ، دو رنگ، سه رنگ است. سه رنگ است. بله. اینی رنگکشون دیگه تکش باز فرق میکنه. تکه فرق میکنه بله. دیزاین همون دیزاین است، تکش فرق میکنه. سایزایشون متفاوت است. 3 سایز داره بله. بسیار. دوستان اینو میبینین. این کدام تکه است؟ این تکه کرپ است. کرپ است بله. رنگ دیگه شون میشه که نشان بدیم بر دوستای ما. اینی رنگه که رواشیگک برش گفته میشه دیگه. رنگک ساده مقبول همتون. اینو میتونن هم خانم ها استفاده کنن هم دختر خانم ها استفاده کنن. بله. در دو صورت پوشیده میشه. عزیز اجابه بسیار مقبول براتون معرفی کردیم. دیزاین‌های جدیدی که بود در شهرالحجاب.
با معذرت. بر علاوه از او نقاب ها که بهش نقاب گفته میشه چادرهای بسیار مقبول است که برای کسایی که حجاب میکنن بسیار مقبول و زیبا میتونن از این استفاده کنن که درباره از هم صحبت میکنیم. شما میتونید در تصویر ببینید نام خدا کلان هم است و چی میگن چندین منزل است، 3 منزل است. 3 پیس است تقریبا، یعنی 3 پیس پیش سر میه و 2 پیس هم پیش رویش میه که بازی رنگای مختلف داره از خود که باز فعلا هم 2 رنگش در نمایش میمونیم. رنگای تقریبا 8 رنگ داره یا نظر به موجب خود میتونن انتخاب کنن. تکیشم گاچ است. تکه گاچ است. گاچ است. یا دیگه اواخر زیاد مود شده، خصوصا دختر خانمایی که با حجاب هستن از اینا استفاده میکنن که کاملا همه تو پتو پیچیده میباشه. شک خداوند انصافت یک دکاندارای ما در نام نمیگیریم، جای دیگه است تقریبا 1800 افغانی را به فروش میرسونن، یعنی یک دانه را به نام ترکی اصلا در جمعه آماده میسازن، خب ما به قیمت 800 افغانی به فروش میرسونیم. خداوند شما را اجر بده. شکر خدا که هنوزم هستن هموطنای ما که با انصاف کار میکنن و با قیمت مناسب میفروشن. 1800 افغانی یعنی قیمت یک حجاب. بله. باز حجاب از اونها بسیار قیمت های بالاست که اگرچه همی تکر استفاده میکنن همیجا آماده میشه، اما قیمت ها را بسیار بالا میبرن. من نمیفهم که دیگه هستن تو جای قیمت های بسیار بالا میگن و من نمیفهم که از اونها خریدم میکنن یا نمیکنن. والا برای باز خریدم دارن، مشتری هم دارن ماشاءالله. خب بیا خیر باشه. خداوند شما را اجر بده. کسایی که کوشش میکنن تا جنس های خوب با کیفیت با قیمت مناسب بفروشن و دختر خانمایی که دوست دارن از این قسم حجابا حتما میتونن به شهر الحجاب بیان، با قیمت بسیار مناسب میتونن که خریداری کنن. بسیار تشکر میکنم از شما. سلامت باشین. شما همچنان دوست دارم. سلامت باشین. از اینکه بر ما معرفی کردین بسیار تشکر. خدا خوش بخیر باشین. تشکر. وطندارای عزیزم سپاسگزار شما همچنان هستم. حجابای بسیار زیاد مقبول براتون معرفی کردم با دیزاین‌های جدید و ناگفتنمانه تخفیفی که در نظر گرفته بود از طرف شهر الحجاب و قیمت‌های مناسب. انشالله که خوشتان آمده باشه. در دعاهایتان ما را فراموش نکنین. ماه مبارک رمضان بخیر سپری شود عزیزا و حتما بیاین و خرید کنین به خاطر عید. لایک سابسکرایب منتظرش هستم عزیزا و همچنان منتظر کامنت های زیبایتان. این بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعد خداوند نگهدار.